بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. تبارك وتعالى خلق الخلائق بقدرته، نشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم وحبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. هشدار که هر ذره حساب است در اینجا، دیوان حساب است و کتاب است در اینجا، حشر است و نشور است و صراط است و قیامت، میزان ثواب است و عقاب است در اینجا. آن را که گشوده است ز دل چشم بصیرت، بیند چه حساب است و کتاب است در اینجا. آن را که حساب عملش لحظه به لحظه است، با دوست خطاب است و عتاب است در اینجا. آن را که قیامت خوش و نزدیک نماید، از گرمی تعجیل دلاب است در اینجا. دوری که نبیند مگر از دور قیامت، در دیده تنگش چو سراب است در اینجا. بیدار نگردد مگر از صور سرافیل، مستغرق غفلت که به خواب است در اینجا. هوشیار که سنجد عمل خویش، تنه فیض سر سوی حق و پا به رکاب است در اینجا. سر سوی حق و پا به رکاب است در اینجا. صلواتی بفرستید. صلی الله علیه و قبل از ورود به بحث به اطلاع حضار محترم و محترمه میرسانیم که انشاءالله هفته آینده شب سه‌شنبه به مناسبت تولد وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه در این مکان مقدس مجلس جشن برقرار می باشد.
خداوند توفیق حضور به همه ما عنایت بفرماید. اما قبل از ورود میپردازیم به چند مسئله شرعیه. سوال کرده اند آیا جواب دادن به سلامی که کتباً در پیامک‌ها واتساب‌ها برای انسان میفرستند آیا واجب است یا خیر؟ دیدی بعضیا پیامک سلام علیکم، خب اگر این مجلساً نشسته باشد واجب جواب بدهد. حالا حکم پیامک که میفرستد چیه؟ فرموده اند اختلاف نظر است. حاج آقا وحید خراسانی فرموده است بنابر احتیاط واجب است که جواب بدهد. حضرت آیت الله سیستانی فرموده هیچ وجوبی ندارد، اختیار دست خودت، دلت خواست جواب بده، دلت هم نخواست جوابی نده. حاج آقا مکارم شیرازی ایشون فرموده است اگر این شخص قصد مزاحمت داره لازم نیست جواب بدی، ولی نه اگر واقعا قصدش سلام کردن، عرض ادب و ابراز محبت، بنابر احتیاط واجب است که جواب سلام را بدهید، صلواتی بفرستید. هفتادمین جلسه از تفسیر سوره انبیاء. موضوع بحث ما هم راجع به آیه 28 از این سوره می باشد. لذا پروردگار عالم در این آیه شریفه می فرماید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون. خب پروردگار عالم تمام اعمال گذشته ما فی الضمیر ما که از ازل تا به ابد انجام میدهیم میبیند، در حقیقت مطلع است، با خبر است و بعد از دیدن اعمال گذشته ما، حال و آینده ما، هرگز از کسی که خداوند از او راضی نیست شفاعت نمی کنند. پس شفاعت شامل حال کسانی می شود که پروردگار عالم از اونها راضی باشد. خب رضایت خدا در این شفاعت علائمش چیست؟ می‌فرماید یکی از علائم بندگان الهی که شفاعت شامل حال اونها می شود، دائما از خوف الهی هراسانند، میترسند. تا یک کاری میخوان انجام بدن بفهمند که این معصیت، از آن کنارگیری میکنند. این نشانه ایمانشه. میخواد یه دروغ بگه، میگه حالا اینجا راه هم بازه، قیامت چه کنم؟ میگه خدایا استغفر الله، گذشتم از اون. این نشانه ایمان این شخص به خداست و قرآن میفرماید شفاعت شامل حال چنین افرادی می شود چون از خوف الهی همیشه هراسانند. اولا یه فرقی بین خوف و خشیت الهی وجود دارد. خوف یعنی ترس از گناه، خشیت یعنی ترس از عظمت الهی. یه عده از گناه میترسند، یه عده میگن نه این گناه هیچ، ما در مقابل
عظمت چه کسی داریم در حقیقت مرتکب خلاف میشویم؟ پدرت وقتی تو را صدا میزند چطور دستها را مقابل او به زانو به پا میگیری یا بغل میبندی احترام میگذاری؟ چون او را میبینی. یه عده هم اگر خواهند گناهی را انجام دهند در حقیقت خداوند را در تمام امور زندگی میبینند. این ارزش داره ها. اگر کسی چنین صفتی داشته باشد همیشه خدا را شکر کند. پس خوف در حقیقت ترس از گناست، خشیت ترس از عظمت الهی می باشد. این مقامش بالاتره ها، ارزشش بالاتره. روایت داریم هر گناهی یه عذاب جداگانه ای دارد. عذاب مشروبات الکلی به اندازه غیبت نیست، عذاب غیبت به اندازه حرام خواری نیست. بین اینها فرق است. یه حق الله است و یه حق الناسی. حق الله چه بسا انسان نجات پیدا کند ولی مواظب حق الناس. حق الناس آبرو هم هستا، غیبت هم هستا، تهمت هم هستا، فقط پول نیست. اینا را مواظب باشیم. از حضرت امیر سلام الله علیه سوال شد سنگین تر از آسمان چیست؟ مراد از سنگینی یعنی سنگینی گناه. بعضی از گناهان وزنش زیاده، قیامت دست و پای تو رو از کار میندازه. میگن اینو حرکتش بده، میگه نمیتونم. میگه واسه خودت فرستاده ای. سنگین تر از آسمان چیست؟ میفرماید تهمت به انسان بیگناه زدن. حالا یه انسانی بیگناه باشد العیاذ بالله شما بهش تهمت بزنی، فردای قیامت گناهش سنگین تر از حرکت دادن این آسمانه. حالا خودت یه وزنی بزن ببین چه اندازه‌ای میتونی. اینا باید مواظب باشیم. دوباره سوال میکند از دریا پهناورتر چیست؟ حضرت میفرماید قلب انسان قانع، انسان حریص. هرچه بهش بدی بازم میگه زیادترش کن ولی یه انسان قانع همیشه دارای مناعت نفس، خودش را محفوظ نگه می‌دارد از این که چشمی به مال و ثروت مردم، به قدرت و مکنت مردم داشته باشد. پس بزرگتر از دریا قلب و دل انسان قانعه. دوباره سوال میکنن یا علی از زهر تلختر چیه؟ فرمود صبر در برابر انسان نادانه. حالا یه نادانی دوچارت کنه تو هرچه بهش بگی بابا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه که نعبد و که نستعین. این دوچار ما کرده اومد هم دو سوره را بخونید بهش میگیم بابا بگو ایاک، میگه که نعبد. میگم تو این که و از کجا میاری؟ همان طوری که خود تراشی میکنی بگو ایاک. ایاکه ای که وجود نادانه، هر کاری کنی نمیتوانی او را در حقیقت هدایت کنی. امیرالمؤمنین فرمود این از زهر تلخ تر است. خوب انسانهای مؤمن دائما از خوف الهی ترسانند و هم من خشیته مشفقون. این بندگان الهی از خشیت الهی
و عظمت نور اعظم الهی در هراسانند، در ترسند. مشفقون از ماده شفقه آمده. شفقه یا مشفقون به سرخی مغرب بعد از غروب آفتاب میگویند. وقتی آفتاب غروب میکند، این سرخی که هویدا میشود این معنا را میرساند. مشفقون. راغب معنا را اینطور بیان میکند، میگه مشفقون از اشفاق، چون با من آمده معنای خوف در آن آشکارتر و ظاهرتر است. من خشیتهی مشفقون. این بندگان الهی کسانی اند که وقتی از خشیت الهی می ترسند، اطرافیانم این ترس رو می بینند، مشاهده می کنند. ظاهر است، هویداست ترس اونها از خدا. ما انسانهای چنین را زیاد دیده ایم. خدا همه را ببخشد و بیامرزد. بعضی ها حتی رفت آمد با بندگان الهی هم احتیاط می کردند. اگر می فهمیدند این نشست و برخاست باعث گناه می شد، رفت آمد را قطع می کردند یا به لطایف الحیلی خود را از این معرکه و از این مخمسه نجات می دادند. مرحوم طبرسی رحمت الله علیه می فرماید معنای مشفقون اینه که خوف از وقوع عمل مکروه دارند، چه رسد به حرام. نه ای که اینها حرامی انجام میدند، حاضر نیستن یه عمل مکروهی از خشیت و ترس الهی انجام بدهند. این همه مقام اینها بالاست. حالا این بحث شاید یه چند جلسه راجعش خواسته باشیم مطالبی عرض کنیم همینجا داشته باش. اگر به فرموده طبرسی از این مشفقون خوف از عمل مکروه داشته باشد، این چنین کسی شفاعت شامل حالش می شود. وگرنه کمیتها لنگ است، باید مواظب بود. استاد اخلاق ما می فرمود اره ذهن و روح خودت را تیز کن. دیدی بعضی از چاقوها اره ها تیزند، سریع کار را تمام می کنند، معطل نمی کنند. اینم میگه اره روحت و ذهنت را تیز کن، یعنی تا گناه و معصیت استشمام شد با ذکاوت از آن دور شو. اگر روح اره‌اش تیز باشد با گناه سنخیت ندارد. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. یه وقتی میبینی یه مریضی با 2 قرص معالجه میشه، اما نه میگذاریش عفونت میشه، کار به شیمی درمانی میکشه. حالا بعضی از کارها هم همینه، میگه تا نیامده مواظب باش تو را نفریبد و آلوده نکند. انابه و توبه خوبه، ولی سعی کن که کارت به انابه و توبه کشیده نشود. یه حکیمی بود وارد جنگلی شد، دید یه نجاری مشغول بریدن شاخه های درخته، اما این اره‌ای که به دست گرفته اره خیلی کنده، عرق میریزد و وقت میگذراند تا یه شاخه از درخت را میبرد. حکیم پرسید ای نجار چرا اره‌ات را تیز نمی کنی
تا با سرعت بیشتری این کار را انجام بدهی و معطل نشوی. نجار در جواب حکیم گفت حکیم وقت تیز کردن اره ندارم. دیدم حکیم گفت پدر بیامرز، اگر همین وقتی که اینجا داری خرج میکنی با عرق ریختن و دست و پا زدن و نفس زدن به صرف تیز کردن اره‌ات خرج کنی، هم کمبود وقت نمیاری، هم این همه نفس نمیزنی، هم کارت سریعتر انجام میشه. این مرادش ما هستیم. ما اگر اره روحت تیز باشه دیگه کارت به گناه کردن نمیکشه که بعد شب لیلة القدر بگی الهی العفو. انابه خوبه ولی سعی کن که گناهی نباشد. توبه ارزشمند است که بری از گناه باشد. پس ما هم باید مواظب باشیم، از خدا طلب کنیم تیزی فکر، تیزی اره روح که مواظبت ارزشمند است که ما را در دنیا و آخرت موفق می کند. بابا این دنیایی که تو دل به او بسته ای، آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه همه گرفتاری های ما واسه همین دنیاست دیگه. زرق و برق و غذا و منزل و آداب معاشرت ها. حضرت فرمود والله لدنیاکم هذه اهون فی عینی من اوراق خنزیر فی ید مجذوم. عجیبه ها، میگه به خداوند سوگند که دنیای شما در چشم من از استخوان بیگوشت یک خوکی در دست بیمار جزامی پستر و خارتر می باشد. اینا ما در زندگی باید داشته باشیم. بعضی ها دل به دنیا اونها را به اون مسیری میبرد که در انتها راهی برای برگشت ندارند. در جمله دیگر به حارث همدانی آقا امیرالمؤمنین میفرماید و ایاک ان ینزل بک الموت و انت عابق من ربک فی طلب الدنیا. بپرهیز ای حارث همدانی از این که مرگ تو را دنبال می کند و تو در حقیقت به خاطر دنیا و زرق و برق دنیا از رحمت پروردگارت به دور شوی. پس همیشه در ظل و توجه رحمت الهی و در مسیر الهی قدم بردار. بعضیا دیدی میگه بابا چه کار کنیم، ما تجربه ای نداشتیم، نفهمیدیم چطور از عمر خود استفاده کنیم. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جواب همین حرف ما یک جمله زیبایی به یکی از فرزندانش میفرماید بنیه انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم. میگه لازم نیست که ما خدا عمر دوباره ای به ما بده، همین قدر که به زندگی گذشتگان یه نگاهی، یک توجهی کنیم، این برای ما پند و اندرزه. نمرود رو کرد به حضرت ابراهیم، گفت تا آمده ای با من بجنگی؟ ابراهیم لشکرت کجاست؟ گفت ناراحت نباش میرسد. میرسد. ابراهیمی که ادعای خداپرستی می کند و نمرودی که ادعای خدایی می کند،
گفت اون کسی که ادعاش بالاتره ما ضعیفترین چیز هم او را از پا در می آورند. نمرود ادعای خدایی کرد، پروردگار عالم یه پشه ریزی فرستاد، دو لب او را گاز گرفت، تا گاز گرفت لبها ورم کرد به حدی که همه دیدند. یه روزنه کمی برای نفس کشیدنش گذاشت، میخواست که یکی دو هفته زجر کش بشه، همه ببینند و پند و اندرز بگیرند. خب این پشه ریز که لبها را به این وضع در آورد، کارش به کجا کشید؟ از روزنه بینی و دماغ او وارد شد، آمد به مغز او. تو ادعای خدایی میکنی؟ می اومد اطراف مغزش او را قلقلق میکرد، آرام نداشت، بالا و پایین میپرید. عجب خداییه، آرامش نداره. میگفت هر که میخواد بیاد به دیدن من یه چکش هم با خودش بیاره. چکش واسه چی؟ میگه هر که محکمتر بزند به کله من انعام بیشتری میگیرد. این پشه با زدن به حرکت میافتاد او را رها میکرد، یه چند دقیقه آرام میگرفت. از پشه نمردا، از ضرب چکشه ها به درک واصل شد. بابا تو ادعای خدایی میکنی، با یه پشه تو را از بین میبرد. پس انسانی که با خداست همیشه از خشیت الهی میترسد و از عظمت الهی هراسان است. سید ابن طاووس رحمت الله علیه این در حقیقت به مقامی رسید که درباره او اینطور بیان میکنند. میگه جد مادریش به او گفت پسرم، در هر چیز و زمینه ای که وارد شدی به درجه پایین آن قانع نشو، بالاترین درجه آن را کسب کن. به باب علم اگر وارد شدی به کمترینش قانع نشو، به بالاترین قله آن برس. به باب عمل به بالاترین قله آن برس. و همینم باعث شد که سید ابن طاووس به مقامهای عالی برسد. به حدی رسید که می رسید به این آیه شریفه در سوره حمد، مالک یوم الدین، به اندازه این را بیان می کرد که در حقیقت از نفس می افتاد. این خشیت الهیه، این ترس از گناه است که او را به مقامهای عالی رسانید. خدایا ما را هم در این مسیر در دنیا و آخرت موفق بدار. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد. در مقابل خشیت و عظمت الهی دختر فاطمه فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما غیر از خوبی و زیبایی در کربلا چیزی ندیدیم. و همینم بودا، زینبی که حاضر نبود از حسینش جدا بشود، اما تمام مسیرها را با این نور طی می کند. ز داغ تو پریشانم حسین جانم، حسین جانم. برادر ببین از دیده گریانم، حسین جانم، حسین جانم.
به خدا وقتی فاطمه میخواد از دنیا برود صدا زد همه از حجره برید بیرون، زینبم اون بقچه را برای من بیاور. بقچه را آورد، صدا زد ای باقی مانده حنوط جدد پیغمبره، یه قسمت بده به بابات علی مرا حنوط کند، یه قسمتم مربوط به بابات امیرالمؤمنین است، اینم قسمت حسنم هست. اما دیدم زینب منتظر داره نگاه می کند، صدا زد پس مادر حنوط حسینم کجاست؟ دیدم صدای ناله فاطمه هم بلند شد، صدا زد زینبم حسینم حنوط و کفن ندارد، آی زجا خیزی امید من، برادر ببین موی سفید من، زبعدت ای شهید من، نصر ماندن نسامانم حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. یا الله مرزا را لباس عافیت بپوشان، روح اموات ذوی الحقوق، اموات این جمع مستمعین من عاصی مؤسسین شاد بفرما، چشم ما به جمالش روشن بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.